Ulu Tanrı'nın selamun aleyküm. انصاف علی هدایت هستم و با برنامه 52 شاید 53 از برنامه‌های مهندسی جهل در خدمت شما خواهم بود. امیدوارم که روز خوبی رو با هم داشته باشیم. دوستان متاسفانه دیروز در برنامه قبلی یکی از برنامه‌ها در یوتیوب ضبط نشده، نمیدونم چرا علتش چی بوده، ضبط نشده. من مجبوراً همون چه در اینستاگرام ضبط شده بود اون رو گذاشتم. حالا ببینیم چی میشه. بریم سریع اصل مطلب و یک کتاب رو بخونیم، ببینیم که چه چیزهایی به دست میاریم و چه چیزهایی رو امروز یاد میگیریم در مورد زبان ترکی. خب ما قبلا حالا این کتاب سلطان حسین بایگراد چاپیشو به دست آوردیم، دوستان لطف کردن و این رو برای ما فرستادن. در نتیجه ما اون رو داریم، الان میتونیم اون رو بخونیم. حالا این رو سلطان حسین بایگراد رو در یکی از همین روزها باید بخونیم. خب دیروز ایمان و قواعد حساب رو خوندیم، میزان الحق و اختیار الحق. و این 4 کتاب رو که بخونم دیگه از کتاب‌های عمومی میام بیرون و تلاش میکنم کتاب‌های تخصصی تری رو مثل سیاست، مثل فلسفه، مثل منطق، اینجور پزشکی، داروسازی، اینها رو در زبان ترکی بخونم تا ببینیم که زبان ترکی چه قدرت و عظمتی داره و زبان آموزش هم هست. اولین کتاب میزان الحق فی اختیار الحق هستش، در مورد حق چی هست و این فکر کنم یک چنین کتابی رو قبلا خوندیم، اگر اشتباه نکرده باشم من میزان الحق فی اختیار الحق رو خوندیم. این هم مکارم اخلاق. ببینید این هر دوتا کتاب های جدی هستند، برای اینکه ببینید ترک ها و مسلمان ها برعکس مسیحی ها با یک چیزی روبرو بودن از اول تاریخ و یک مفهومی روبرو بودن و اون مفهوم عدالت بود. در پی تعریف مفهوم عدالت کارهای فکری خیلی بزرگی انجام دادن. سالهای سال، نسلها، قرنها روی این مفهوم کار کردن، هنوزم دارن کار میکنن. یعنی حالا باید تعاریف رو دید. ما متاسفانه حالا تعاریفی که غرب مسیحی از هر چیزی رو انجام داده میدونیم، اما اون چیزی که خودمون نسل‌های قبلیمون اون رو ساختن و ایجاد کردن رو نمیدونیم. خب برگردیم اول ببینیم این 2 کتاب، از اول شروع بکنیم. میزان فهرست میزان الحق فی اختیار الحق، این فهرستشه. در صفحه 10 این مبحث خواهد بود. اول کتاب رو خیلی کوچیک بکنیم یه مقدار که ببینیم. این کتاب رو باز کردیم، این سمت راست جلد و سمت چپ اولین صفحه رو میبینیم، بعد صفحات داخلی دوباره اینو میبینیم. نمیدونم چرا این صفحه، بله دیگه درسته، اینجا با این کاتب چلبی. من فکر کنم این کتاب رو قبلا دیدیم. حالا عبدالقادر، حاجی عبدالقادر معروف به امیر خواجه کش، همون شخصیت، ولی این کتاب الان برام تازگی پیدا کرد، در این حال که من یک چنین کتابی رو دیدم. احتمالا این یه نسخه دیگری هستش. داریم میبینیم خیلی زیبا و تمیز نوشته شده. من میتونم این کتاب رو با کمترین تلاش، با آنکه ترکی بلد نیستم، استانداردش و علمیش و تخصصی اینها رو و ادبیش رو درش مشکل دارم و آموزش ندیدم. دیمی هستش ترکی من و دیمی نه تنها دیمی هستش، بلکه کوچه و بازاری هستش. حالا این کتاب در 192 صفحه نوشته شده، خیلی زیبا، یک با خطکش 2 ستونه دور اطراف چیز حاشیه کشیدن.
اینجا ببینید اول کتاب رو نوشتن بعد حاشیه رو کشیدن. این نشون میده برای اینکه این وقتی این دو کلمه یه ذره به خط آخر رفته، اینجا قطع کردن که اجازه بدن اون حرف کامل دیده بشه. این نشون میده که اول کتاب رو نوشتن بعد اون رو خط کشی کردن، یه قابی دور اون کشیدن. در این حال میبینیم که روی بعضی از کلمات خط قرمز کشیدن، بعضی از کلمات رو با خط قرمز نوشتن. میبینیم اینها رو. این نشون میده که اینهایی که روش خط قرمز کشیدن یک موضوع مهمی هست، یا عربی هست، یا یک موضوع مهمی هستش، یا اول یک فصلی رو نشون میده، اول یک پاراگرافی رو نشون میده. کتاب بسیار زیبا هستش. حالا از این که اینجا دوباره مهر واقف رو دیدیم و من برم آخر صفحه ها رو هم یه نگاه بکنیم. اینجا میبینیم که بیشتر شده. این کتاب که در مورد حق صحبت میکنه و میزان حق صحبت میکنه خیلی مهمه، برای اینکه ما الانش هم با از هفت یک من در جامعه‌ای که زندگی میکنیم، منی که مثلا کتابخون هستم، حالا یه مقدار به نظر خودم، اینجا خود نویسنده یا یک کسی دیگری یه چیزی نوشته بوده بعد اومده اینو خط زده. نگاه کنید و این بعد از نوشتن کتاب رخ داده. احتمالاً نویسنده اینجا رو خط نزده، یکی دیگری خط زده، برای اینکه ببینید روی این خطهای سیاه روی این خط کشی اومده. در نتیجه این ادیت شده بعداً، یعنی بعد این کتاب به شکل کتاب در اومده، حالا یا نویسنده خودش یا یکی دیگری این رو ادیت کرده و اینجا رو دوباره از نو نوشته. نگاه کنید این رو تقریبا پاک کرده و از نو نوشته. همونطور که اینجا میبینیم اینجا رو پاک کرده. پاک کرده، اول سیاه کرده بعد تلاش کرده پاک بکنه، نشده. اینجا هم همینطور. نگاه کنید من اینجا دو سه مطلب رو میبینم که پاک شده و دوباره نوشته شده، دوباره نویسه شده. این رو هم اینجا دیدیم. اینجا خاتمه هستش، نمیدونم خاتمه چی هستش که احتمالاً از اینجا به بعد دیگه نباید خیلی چیزهای جدیدی باشه. اینجا هم دوباره پاک شده و از نو نوشته شده. حالا من راستش بخواید دقت نکردم ببینم زبان این کتاب چی هست. اینجا هم یه حاشیه داریم که دوباره رو خود حاشیه هم یه جایی رو پاک کردن و دوباره نوشتن. اینجا وصیت اولا خیلی با خط زیبایی نوشته. من با این خط مشکل دارم ولی از نظر زیبایی نمیتونم بگم که زیبا نیست. وصیت ثانیه، وصیت اولا و ثانیه و اینها، وصیت ثالثه، وصیت رابعه. حالا کتاب تمام شد، اینجا به آخر کتاب رسیدیم. حالا برمیگردیم ما کتاب رو شروع میکنیم به استفاده بکنیم. ظاهرا اینجا مشخصات کتاب رو نوشتن. من هنوز نمیدونم این حرفی که مثل ف هست، البته در ریاضیات عربی این احتمالاً یه عددی هستش. من حالا دیروز که ریاضی رو کتاب ریاضی رو خوندیم اونجا متوجه یه علامت‌های اینجوری به معنی مثلا 92 هست و اینجا یه دونه یک هم گذاشته. نمیدونم حالا من اینجا موندم 92 به علاوه یک میشه 104. اینجا رو نمیدونم این چیه. البته اینجا یه دو هست، این میتونه 94 بکنه. 94 صفحه هست گفته و 14 سطر داره هر چیز، جمعش 94 و 288 صفحه. یه چنین چیزی اینجا گفته. و حالا اینجا فهرست مؤلف کاتب چلبی، تاریخ وفات 1067. این کتاب حدوداً 400 سال پیش نوشته شده. 400 سال پیش یا 450 سال پیش این کتاب نوشته شده. ابعاد این کتاب رو هم گفته 19 ممیز 19 سانتی متر و 3 سانتی متر 3 میلی متر در 11 سانتی متر هستش. یعنی کتاب جیبی هستش، قطع جیبیه. حالا واقف این کتاب اینجا میبینیم که
امیر خواجه کمانکش اسکندری که دوباره این کتاب رو وقف کرده و براش چیز گذاشته. اما بریم اینجا میبینیم که کتاب احتمال میدم عکس این طرف افتاده رو این طرف، یا اینکه این قسمت افتاده اینجا. بله این قسمت، این صفحه بالایی که کمانکش نوشته اون افتاده پشت این، تقریبا رنگش کپی شده. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی جعل العقل حجة فی خلقه و اید الشرع به فیما یفوق بین الباطل و الحق. تمام. شما همجور خداوند به انسان عقل داد به عنوان حجت. من با این جمله آشنا هستم، فکر کنم این کتاب رو خوندیم. حالا و اید الشرع بهی فیما، و شرع رو هم یاری داد که بیاد به عقل کمک بکنه. فیما یفوق بین الباطل و الحق، اون چیزی که یفرق باید اینم باشه، اون چیزی که بین باطل و حق و باطل فاصله میندازه، جدا میکنه اینها رو. و الصلاة و السلام علی محمد المبعوث بالنقل المعجز الفاصل و العقل الکامل. حالا حضرت محمد رو هم با صفاتی مثل عقل المبعوث بالنقل، اولا محمد نقل میکنه، یعنی میاد میگه خدا به من گفت، نه اینکه خدا رو ما نمیشنویم. این ادعا میکنه که نقل میکنه دیگه، میگه آقا من با خدا صحبت کردم، ما هم پذیرفتیم. المعجز صاحب معجزه هست، و الفاصل فاصله میگذاره بین، حالا از نظر این، بین حق و باطل، و العقل الکامل، و این عقل کامل هست. و علا آله و اصحابه ما دار المباحث فی محافل الافاضل. حالا و بعد اول آفرینشتن برو میان ارباب دانشته. نه این چیز نیست، اینو نخوندیم، این میان ارباب دانشته اینو نخونده بودیم. این اول آفرینشتن برو میان ارباب دانشته، عقلی لنقل توامان و معقولی لمنقول، فرسی دهان فرسی دهان جبی ایدوکی مسلم و معارج یقینیه، سلک برهان مدارج و سلم المغل بحث و نظر و نظرو ادیلرننده معول علیه جمهور و مرجع الیه هر اسور دور. حالا تا اینجا حرفایی رو زد که در میان اول آفرینش فکر کنم که حالا فارسی امروزه، نمیدونم قبلا از چه زبانی اومده، و میان ارباب دانشته. دانش حالا به نظر میاد که فارسیه ولی اینجوری نیست. ببینید دانشماغ و دانشماغ از کلمه‌ای که دوباره گل و از قرآن گرفته شده، این احتمالاً در اینجا به این معنی که الان اینجا میاد، یعنی سخن. اینجا دانش شده دانش، یه مقدار تعویض تلفظ، برای اینکه وقتی شما صحبت میکنید دانشتون روشن میشه. انسانی که صحبت نکنه معلوم نیستش که جاهل، دانش لاله یا لال هست یا زبان داره. وقتی که دانشماخ میکنه، اون وقتی که ما متوجه میشیم این آدم جاهله، چقدر عالمه، چقدر در چه زمینه عالمه. حالا این دانش به مفهوم سخن بگو همون رفته شده دانش به معنی کسی که میدونه. خب این کلمه ترکی هستش. عقلیله نقل تو امان، میگه از اون ارباب صاحبان عقل، بین عقل و نقل تو امان، اینها رو همزمان، و بین معقول و منقول،
بین اون چیزی که عقلانی هستش و بین اون چیزی که گفته شده. چون به هر حال مسلمونه دیگه، باید میگه که آقا ما بین این دوتا باید یک بین عقل و نقل. بعضی جاها یعنی میخواد بگه که آقا قرآن یه حرفایی داره که ما ممکن درک نکنیم یا نمیدونیم چرا به این معنی اومده، ما درک میکنیم ولی نمیدونیم چرا به این معنی اومده. ممکنه که در آینده باز بشه، ممکنه که در گذشته مفهوم داشته الان برای ما نامفهومه. مثلا میگه در نتیجه ما همین قرآن رو به عنوان اینکه کتاب دینی ماست باید بپذیریم و همچون منقول هم همینطوره. اینها رو میگه ایدوکی مسلم و معارج یقینیه. میگه که مسلمه. حالا من اینا رو نباید معنی بکنم در اصل، برای اینکه اینا ترکی هستن و من نمیخوام ترجمه بکنم. در اصل میخوام بگم که اینجا یک کتاب ترکی مواجه هستیم که در مورد از نظر فلسفی و عقلی در مورد حق و باطل صحبت میخواد بکنه و چجوری اختیار بکنیم. حالا بعض الناس وسواس خناس اغواسیله طریق برهانی گویوب زهل و حماقتن زنیات و همیات ایله برهانه معارضه قصد ادوب بیرگات مسئله ده نزا و تعصب باطل مرزنه مبتلا علوب سفلده geçen تعصب جنکلری gibi bu erbab himakatün dahi batil cedalleri getale muaddi olmağa az kalmıştı. من این کتاب رو خوندیم. حالا من با این کتاب به نظرم میاد که آشنا هستم. Ana binaen niza olunan meselelerde tariq burhani beyan için birkaç varaq tasvid olunub ismine Mizanul Hak fi ihtiyarul Hak denildi. حالا میگه انسان هایی بودن که باطل رو به جای حق می نشوندن. خلاصه چه بخوام من میخوام یک کتابی بنویسم، یک کتاب رو می نویسم که برهان و دلایل رو در چند چیز یاد بگیریم و اسمشو میذارم میزان الحق فی اختیار الحق، تا که عامه نزاع و جدال ماده سینه ندür ve ne makule semeresi muntac olur bileler ve himaket ve edenlerden dönüp guri gogaden فارغ olalar. پس bu مختصر. من این کتاب رو قبلا خونده بودم. حالا برای همین که دیگه این کتاب رو قبلا معرفی کرده بودیم نمیدونم بخونم یا نخونم. دلم میخواد بخونم، یه بحثای دیگری رو ازش بخونم. بذارید بخونیم ببینیم چی میشه. مثلا مقدمه: علوم عقلیه لزومی بیاننده دور. در لزوم بیان علوم عقلی هستش، واجب بودن علوم عقلی. ببینید در اون زمان به این که ما باید با علوم عقلی این واجبه. طالب حق معلوم اوله که علم بشر متعلقی گرک موجود گرک متعلقی گرک. علم بشر باید متعلقی داشته باشه، یعنی موضوع داشته باشه. علم نمیتونه بدون موضوع باشه. موجود گرک باید وجود خارجی داشته باشه. معدوم مجهول مطلق دور ماددن مستغنی olursa اگر موجود گرک معدوم مجهول مطلق دور، اگر یک معدومی نیستی باشه که نمیدونیم چی هست، مجهولم هست، یه چیزی نیست و نمیدونم چه چیزی نیست، اینجوری این ماددن مستغنی olursa اگر مادی هم نباشه مستغنا از مادی باشه، غنی از مادی، یعنی مادی نیست. چون مادی باشه باید معلوم باشه و چیز باشه دیگه، مطلق هم نیست. olursa مقوله امور متعلق مباحثه علم الهی درله. حالا به این چنین چیزایی که باشه، ببینید معدوم باشه، مجهول باشه، مطلق باشه و مادی هم نباشه، میگه به این چیزایی که حالا مادی نیستن دیگه، به اونها اینها متعلق به چی هستن؟ به مباحث علم الهی. اینا مباحث علم الهی هستن چون فیزیکی نیستن. درler میگوین فرعی çoktur.
اینا فروعش خیلی زیاده، جزئیاتش خیلی زیاده. یا حکیم یا متکلم دور. کسی هم که اینو میدونه یا حکیم هست یا یعنی فیلسوفه یا متکلم دور. حالا متکلم هم به همون معنیه. این متکلم به معنی همون دانش بود که اونجا قبلا گفتیم. و موجود ذهنیده ماددن مستغنی خارجده ماده محتاج olursa آنها متعلق مباحثی علم ریاضی درلد. اما اگر یه چیزی یه موجودی وجود داشته باشه، اول موجود عدم نباشه، موجود باشه و این ماده هم باشه، فیزیکی باشه که قابل لمس باشه، قابل دیدن باشه، قابل حس کردن باشه، مستغنی ماددن مستغنی خارج ماده محتاج olursa یعنی در جهان خارج از ذهن ما مادی هم وجود داشته باشه، آنها متعلق مباحث علم ریاضی. این مربوط به ریاضی هستش. پس اول باید موجود ذهنیده و موجود ذهنیده ماددن مستغنی olsa، اما در ذهنمون میتونیم این رو مادی نبینیم، فرض نکنیم. در خارج از ذهن ما ماده محتاج به ماده باشه تا اینو بفهمیم. این رو علم ریاضی درباره این صحبت میکنه. قبلا صحبت کردیم اینا رو. خب پس من این کتاب رو اینجا جمع میکنم برای اینکه دیگه ما اینها رو صحبت کردیم و اما مثلا میتونیم چند فصل ازش بخونیم. حالا که چیز کردیم بریم مثلا یه بحثایی که برای ما احتمالاً جالب باشه. زمان نمو مرتبه ثانیه kelmesi lazım olmakla اثر اختلافی 3 مرتبه bulmuşlar. مرتبه اولا زمان نمو، مرتبه ثانیه زمان وقوف، مرتبه ثالثیه زمان انحطاط. حالا این مربوط به چی هستش؟ یک چیزی رو به 3 بخش تقسیم کرده. زمانی که رشد میکنه، نمو میکنه، زمانی که وقوف میکنه، آگاهی مییابه، و زمانی که منحط میشه و از بین میره. احتمالا مراحل اجتماع رو بخواد بگه، مراحل درختان رو بگه، مراحل رشد انسان رو بگه. اینجا مزاجدن حاصل اولندن بدن گوگلری بدنین گوگلری. این گوگلری چی هستش نمیدونم. Bu mertebede اختلاف و تفاوت üzere dür. پس اصل مزاجده عمده olan کیفیت فاعله و کیفیت منفعله که حرارت عزیزیدن رطوبت عزیزیه آندن عبارتtir. Bu مرتبelerde قوته. خب اینا دیگه یه بحثای مربوط به علمی قدیمه که باید بشینه آدم اینها رو بحث بکنه. من با اصطلاحاتش آشنا نبودم، یعنی علت این که دارم ازش رد میشم این بود که میتونم الان بخونم، کتاب خیلی روشن نوشته، من میتونم این رو بخونم، اما واقعیت اینه که مادامی تا زمانی که با اصطلاحاتی که در این کتاب به کار برده آشنا نشیم، درکش ناقص یا کلا اشتباه خواهد بود. امدی تغنی ماددسیندن، از حالا احتمال میدم این تغنی یک کلمه عربی هستش، میخواد بگه که از این چه میاد. ماددسیندن نفعیل ضرر جمع اولدی، میگه در غنا تغنی در این ماده 2 چیز وجود داره. یکی نفعیل ضرر، هم داخل این تغنی غنا غنی بودن 2 مفهوم وجود داره. یکی مفهوم نفع هستش، سود، و دیگری مفهوم ضرر هستش که در این کلمه جمع شدن. اخص خاصه نافع، لکن اخص خاصه نافع، برای خیلی از خواص خیلی اندکی از خواص یه عده اخصش، یعنی فرض کنید از آقازاده ها یه عده‌ای به این نافع میشن، ازش منفعت میبرن، لکن عامیه ضرر معنویسی غالب و واقع المغله، و اما برای عامه مردم ضرر داره.
خب ببینید این داره در مورد یه بحثایی صحبت میکنه خیلی جدی هست. ما الان مثلا در این مورد من فقط مثالشو زدم، این مثلا میگم تحریم برای یه عده‌ای که خواص اونایی که در حکومت هستن اما از دلشون فقط یه تعدادی مثل فرزند شمخانی و مثل فرزند فلان کس که الان این انفجار بندر عباس رو میگن اون حالا این معاون رئیس جمهور فرزندش البته شرکتش خیلی درش نقش داشته و سوخت جامد رو ایشون اونجا تلمبار کرده و از این حرفا گفته شده. اوایلش الان دیگه دارن تلاش میکنن که مردم رو چیز بزنن. اینه برای اخصی از خواص خیلی سود داره اما برای عموم مردم ضرر معنوی و مادی داره که میبینید. اینا مثلا میشه گفت که حرفای بسیار مهمی هستن که ما اینها رو نخوندیم. برای تشخیص حق اینا رو داره میگه ها، اینا مقدمه هایی هست برای تشخیص حق. بحث ثالث رقص و دوران خصوصینده. رقص دیو مطلق حرکات موزونه درلر. رقص چی هست؟ میگه برای مطلق تمامی حرکاتی که مثل شعر باشه که یه وزنی داره، اگر با یه حرکات هماهنگ و موزونی باشه، میگه به اینها میگن چیز؟ آلات موسیقیاویه نون اصوات و نفرات موزونسی استماعیندن نتا تأثیر حاصل اولور. ببینید ظاهرا که موسیقی در اسلام حرام نبوده، برای اینکه در قرآن چیزی در این مورد وجود نداره یا اگرم وجود داشته باشه مربوط به حرام بودنش نیست. ولی اینجا میگه که من بهره‌رسی نکردم خودم. آدم میتونه گوگل بکنه آیات مربوط به موسیقی رو، رقص رو بیاره بیرون ببینه اونجا چی هست. من داشتم فکر میکردم هنر در جامعه عرب چقدر شکوفا بوده. 250 تا خدا ساخته بودن از اجسام مختلف. یعنی شما 250 ماده رو تصور بکنید که سنگ و خاک و چوب و انواع میوه ها و اینها مثلا مجسمه هایی بسازن. چقدر این تنوع در مجسمه ها و مواد مجسمه ها وجود داشته. آفرینش هنری در عصر محمد، یعنی در عصر حضرت محمد، یا آفرینش هنری و زبانی بسیار گسترده‌ای در جامعه عرب بوده و اینها چقدر با هم همنشینی داشتن و همدیگر رو تحمل میکردن. این کثرت چقدر میتونسته در اون جامعه این تحمل عقاید همدیگر رو، خداهای همدیگر رو میسر بکنه. و عرض کردیم در یک برنامه قبلی و اینها چقدر از نظر عقلی توسعه کرده بودن که انسان امروزی هنوز به اون نرسیده که 4 ماه از سال رو حرام میدونستن برای کشتن همدیگر. انسان ها جنگ در اون 4 ماه همیشه میخوابید. الان ما برای اینکه بین فلسطینی ها و غزه و بین اسرائیل صلح ایجاد بکنیم، دولت ها وارد میشن، نوشته میشه، بازم میشکنن. ولی در اون زمان خود به خود وقتی به این ماه میرسیدن، آقا این ماه حرامه، جنگ تموم میشد، هر کس میرفت دنبال خونه خودش. دوباره بعد از اینکه اگر قرار بود بجنگن تا در این 1 ماه اگر نمیتونستن صلح بکنن، می آمدن دوباره می جنگیدن اگه قرار بود بجنگن. خیلی حالا ما در اون زمان موسیقی هم رشدی داشته، برای اینکه موسیقی بدون شعر و بدون اون همه خدا و بدون اون همه هنر نمیتونسته وجود داشته باشه. یه معماری بسیار، یعنی باید یه معماری خیلی جالبی هم داشته باشه، چون که اینها نمیتونن در یک جای بیابانی رشد بکنن با فرهنگشون عقب نبوده، خیلی هم قدرت داشته. حالا و میگه اگر آلات موسیقیاویه، موسیقی نون اصوات و نفرات موزونسی، اون اصواتی که حالا شما یک ارکستر رو ببینید که 10 تا ساز هست اونجا و این سازها یکی زیر یکی بم، نمیدونم حالا موسیقی دیگه من نمیدونم اینها رو، اینها اگر و اون آدم‌هایی که اونجا دارن اینها رو مینوازن، اگر همه اینها هارمونیک باشن، با هم یه جوری ترکیب بشه که لذت بخش باشه، اذیت کننده نباشه،
من به این معنی اگه بخوام اینجا بدم، استماعیندن چه تأثیر از شنیدن این موسیقی که هارمونی که همه این سازها و آدمها با هم همکاری میکنن یه جوری که خیلی زیبا هست، میگه شنیدنش چه تأثیر حاصل الور، چند تا تأثیر حاصل میشه. حالا مثلا ملاهای شیعه میگن آقا نه موسیقی اگه چیز باشه بچه‌تون ولد الزنا میشه، نمیدونم فلان و یه چیزای چرن پرن میگن دیگه. ولی این چی میگه؟ این میگه نه آقا وقتی شما موسیقی، زمانی موسیقی هستش که رقص هم زمانی رقص هستش که موزون باشه. شما هر حرکتی رو در داخل رقص نمیتونید انجام بدید. ممکنه که حالا مثلا رو کلتون بچرخید، اما این باید با حرکات بعدی و قبلی هماهنگ بشه. یعنی یه جوری نباشه انگار به زمین خوردید. ما اینو دیدیم بارها که اگه یک میرقصه به زمین میخوره اون دیگه چیز میشه، از حالت رقص میاد بیرون. باید رقص یه تداومی مثل شعر داشته باشه و اینها رو من حالا عرض کردم که چه اتفاقی میفته. حاصل olursa bu harekat-ı mevzune دویتیندن رویتیندن داخل تأثیر حاصل olur. میگه حتی اگر رقصی هم حاصل بشه bu حرکات موزونه، از این حرکات این که وزن دارن، نه اینکه وزن به معنی سنگینی، یعنی یک هارمونی توشون هست، یک موسیقی تو رقص هستش، یک حرکتی هستش که تمامی اینها اول و بعدش با هم میخونن، خیلی چیز هم میگه. از این بنون از رویت این، از دیدن اینها داخل حاصل الور یه چیزهایی باش دوباره به دست میاد. نهایت طریق تاثیر مختلف داره. نهایت میگه که طریق تاثیر موسیقی و رقص مختلف هستش. حالا چجوری؟ بیری سمع، یکی از طریق گوش هست و بیری بصر yönündendir و یکی از طرف بینایی هستش، از طرف این هستش. تاثیر ادر اینها از یکی از گوش و یکی از بینایی تاثیر میکنه. لکن bu تاثیرده وزن حرکت لازمدür. ناموزون حرکتین تاثیرده چندان دخیل یoktur. میگه که حالا داره توضیح میده دیگه، این میخواد عدالت رو اینجوری بگه که باید موزون باشه در شما نمیتونید این رو ناموزون بکنید. این همه توضیحاتی که اینجا میاره برای اینکه برسه به عدالت. من فکر میکنم برای اینکه ما یه درکی از عدالت داشته باشیم در میان، ببینید در اسلام نه، برای اینکه اینها اسلام نیست، اینها انسانهایی هستند در یک تاریخ مشخص، اجتماع مشخص، جغرافیای مشخص، فرهنگ و آیین و آداب مشخص که رنگ اسلامی هم درش هست، که این رنگ اسلامی رو خود این آدم ها ساختن، ربطی به اسلام اصلی نداره. سبحانك ما عبدناک حق ما سبحانك ما عبدناک حق عبادتک. حالا اینو داره معنی میکنه دیگه buyurdular. این جمله رو هر کسی گفته و فرمود که جناب تنری تعالی بها تنریسی بها تنریسی دگل بهانه تنریسی در. نگاه کن میگه که بها تنریسی، این من بها خوندم، این بها باید باشه. دید که büyük تنری بزرگ، بها تنریسی قابل خرید نیست، بها نیست، بها قیمت، نرخ، بلکه بهانه تنری. شما یه بهانه‌ای باید برای پرستش این پیدا بکنید. دریای رحمتی وسعت عذر علوم. خیلی جمله عجیبیه، من اینو برای اولین بار شنیدم که بهای بهشتی هم یه چیزی داشت، رحمت بهشتی میگفت که بهشت را به بها دهند، به بهانه ندهند، یه چیزی داشت بهشتی. این هم میگه که بها تانرسی دیل خداوند. ببینید اینجا شما خرجش بکنید، ببینید اینجوری میخواد بگه اگر ما بها رو به رشوه تشبیه بکنیم، میگه خدا خدای رشوت نیست،
شما برید مکه و مدینه و زیارت این امام و زیارت اون امام حال بکنید و اینها، بعد بگید خدا رو خریدیم. خدا بهانه تن رسیدور. یه بهانه باید برای چیز، یه بهانه پیدا میکنید برای اینکه بهش نزدیک بشید. نمیتونید خدا رو بخرید، ولی یه بهانه میتونید بهش پیدا بکنید بهش برسید. خیلی فرق داره. خیلی مفهوم به نظرم مفهوم بسیار ظریف و جالبی رو اینجا مطرح میکنه. دریای رحمت وسعت üzere olup احسان و لطفینه، نهایت و کرمنه حدود و غایت yoktur. گوله لازم اولان قادر olduğu قدر امر şerifine امتصال ده bulunup mügerreb gulleri gibi tezerru ve niyaz ve tezellül edip bunun gibi مناجات پادشاها من به درگاهت. اینجا چیزه مناجات. پادشاها من به از فارسی استفاده کرده. پادشاها من به درگاهت پناه آوردم، در حریم حضرتت روی سیاه آوردم. 4 چیز آوردم یا رب که در کنج تو نیست، نیستی و حاجت و عجز و گناه آوردم. حالا اینجا میاد این مناجات یک چیزی رو میاره و بعد میگه نصر. حالا یکی هم اینجا شعر بود، حالا اینجا میگه که نصر دی و عجز و نقصان این دیگه مال خودشه. دی و عجز و نقصان مگرر و معرف المقدور. بیت مرغوب. حالا مرغوب و نامرغوب من چجوری تشخیص میدی نمیدونم. جرمینه معترف اولن مسکین که در آندن، مسکین در آندن که ola taat bin. Demişler geldük ki bazı vaizler esna-i vaizde halka salavat alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem teklif edip bazıları etmezler. Ol husustaki mevzu bahs olacak mertebe değil. Adete mebni bir hal adete mebni bir halıdır. Menşe-i meşayih ma beyninde sair ve dair olan ihtilaf ve tenafirdir ki bu ihtilaf zimninde nite maslahat görürler. Nitekim tefsili. حالا این نتکیم رو جدا از هم نوشته ولی در اغلب جاهایی که دیدیم این رو به هم چسبیده می نویسن. نتکیم تفصیلی گلجک دور. خب ببین داره خیلی موضوعهای جالبی رو مطرح میکنه. به نظر من این کتاب ارزش اینو داره که اولا من دارم اینو بهتون بگم دوستان، دارم اعتراف بکنم حدود الان این اگه 52 یا 53 باشه فرض بکنید من حدود 100 ساعت بر روی زبان فارسی و در موضوعات مختلفی که دارم حدود مثلا بگیم 70 تا کتاب رو معرفی کردم، شاید هم 80 تا، نزدیک 80 تا، از هر کدوم یه چیزایی خوندم، یه صفحه 2 صفحه 3 صفحه اینا خوندم در یک ساعتی که تلاش کردم برای خوندن یک کتاب. دوستان واقعیت اینه که در خودم به خودم افتخار میکنم دارم یک چیزی رو الان این خوندنی که من دارم این کتاب رو الان میخونم با یه ماه قبل 2 ماه قبل خیلی فرق داره. یعنی من دارم میبینم اگر تلاش بکنیم و جدیت به خرج بدیم و سمج باشیم به دست میاریم. اگر هدفی رو مشخص بکنیم اون هدف رو میتونیم بهش برسیم. من الان در خوندن این کتاب هم لذت میبرم، هم سرعتم بسیار زیاد شده و هم این که چشمم با این حروف و کلمات آشناتره. حالا دوباره با اجازهتون من برم صفحه 50 این ببینیم که اونجا یه بحثی رو میتونیم این 50 شد. خب ببینیم اینجا ببینیم چی. زیرا اصل باطل تعصبه یا خود جهله تقلیده مبنی دور. میگه حالا من دیگه قبلشو نخوندیم دیگه، خیلی چیزایی که الان داریم میخونیم قبلشو چون نمیدونیم باهاش مشکل. حالا اینجا نقول هل عبد بلعنن اشدلر اشدلر بلنن اشدلر.
این یقول الابلنین اشتلر یعنی چی؟ حتی برز بهایم مقولسی bir Bahayim məqulesi əşxas muaviyyəyə belə lə'n edib mai kimdilər onlarla bu babidə nizai بی‌معنیdir. خب حالا اینجا یه بحثی رو جالب راه میندازه، میگه بعضی میان به معاویه لعنت میکنن. مایی kimdiler؟ یعنی ماهی، اینجا من مایی رو به معنی ماهیت، مایی kimdiler یعنی اونها کی هستن از نظر ماهیت، آنلری بو بابیده نزاع بی‌معنی داره. میگه در این با اونها نزاع بکنیم، بحث و جدل فکری بکنیم و لفظی بکنیم، میگه بی‌معنیه. زیرا اصلی باطل تعصبه، زیرا اصلی که باطله به چی واسطه هست؟ تعصب. یا خود جمله جهل تقلیده. سه تا میگه حرف داریم وسیله هستش، اینا که لعن میکنن به انسانهای مختلف، یا تعصب دارن، یا جاهلن، یا تقلید میکنن، از یکی توهین میکنن. خیلی حرف جالبیه، یعنی مبنی دار. نهایت طالب حد اوسط اولان، اون انسان ها باید حد وسط رو داشته باشن، یعنی افراط و تفرید نکنن. اولان بیغرض اهل سنت علماسی مسلکینی اختیار edip امام غزالی فتواسیل عامل علوم و بنون بیلدن و بنون یلدن بیرو geçen معنای گارشمز اول فتوا و اخبار ابن خلکانده حرف اینده که یا حراسی ترجمه‌سنده مستورdur. حالا اینجا به یک کتاب ابن خلکان اشاره میکنه، میگه که ایشون اول غزالی فتوا داشته که نه آقا، حالا میگه که اهل سنت، شیعه رو نمیگه، شیعه میگه غالی هستن دیگه، اغراق میکنن، فوش میدن و اینا. شیعه اصلا مثل زبان فارسیه، فوشه، کلا فوشه، با فوش این احساسات رو تحریک میکنه. همین میگه که سنی ها حد وسط رو، اعتدال رو گرفتن، نه فوش میدن نه چیزی. بحث اگه تاریخی باشه بحث تاریخی، بحث دینی باشه بحث دینی، بحث اجتماعی باشه بحث اجتماعی، بحث سیاسی باشه بحث سیاسی، بحث جهانگشایی باشه. معاویه جهانگشایی رو راه انداخت، یعنی بیشتر خاکایی که در اسلام بگیم از غیر مسلمان ها به دست آوردن، جنگ کردن و اسلام رو گسترش دادن، در دوره معاویه بود. حالا میگه که اینها علمای بیغرض اهل سنت، بیغرض میگه، نگاه کنید خیلی تلاش میکنه که خودش در مورد حق که میخواد بنویسه این رو، اینها مثالایی نیست. ببینید وقتی میگه معاویه، میگه آقا عدالت در اینه که این آدم رو هر کارشو در جای خودش بررسی بکنیم، افکارش رو اینها رو در جای خودش بررسی بکنیم، نیازی به توهین نداره. توهین از سه چیز برمیخیزه: از تعصب، از جهل و از تقلید. نگاه کنید خیلی حرفای جالبی رو میزنه. میگه امام غزالی هم در این مورد فتوا داره و بنون یلدن بیر و geçen معنای گارشمز. حالا میگه که به اون معنایی که گفتیم سه تا مست، میگه توهین کردن اینا، به اونا چیز نمیشن، وارد اون بحثا نمیشن. حالا ابن خلگان هم در یه جایی که درباره حرف عین داره صحبت میکنه، میگه کیاهراسی ترجمه سنده. این یک کتاب، احتمالا اینم یک کتابیه به نام کیاهراسی، احتمالا یک کتاب باشه. میگه در اونجا اونم ابن خلکان هم اخباری رو در این باره، فتوا و اخباری رو در این باره جمع آوری کرده. البته اینجا مثلا اگه بخوایم این بحث رو بفهمیم باید برگردیم ببینیم این با خط قرمزی که اینجا هادی اشر گفته چیه؟ لعن یزید بحثی. ببینید میگه لعن یزید برای چی دارید بحث میکنید؟ بحثی دور بو دخی قدیم دور. میگه این بحث خیلی ریشه داره. معرکه
آرا المغلا. بو فقط میگه معرکه آرا، معرکه پهلوانا میومدن در قدیم. الان فکر میکنید مثلا شما میدید سیرک، اینا وسط اون میدون رو گرمش میکنن دیگه. اینو میگه معرکه آرا. المغلا سایر ابحاسیدن قدیم میدون. میگه حالا این چیزه بنی امیه و آل عباس و سنی و شیعی بیننده سایر و دایر اولوبدو. میگه این مربوط بین جنگ بین بنی عباس و امویه بوده و همچنین بین سنی و شیعه بوده. یزید، ماجرای یزید و معاویه و اینا. حالا نگاه کنید، از اینجا میخواد بگه آقا عدالت رو در این بحث باید چجوری برپا کرد، میزان عدالت چیه. برای اینکه عادل نباشید به این سه تا چیزی که گفت تعصب، جهل و تقلید چیز هستش. حالا اینها شرایط عدالت رو داره میگه. این بحث 12 شه برای چیه؟ بدعت. بحث دور بحث 14 بدعت تازگی، یه چیز تازه ای رو اضافه بکنید به دین یا به چیز. بدعت اولدور که امور دینیه یا دنیویدن صدر سانیده و یا دخی سنره در ظهور ایلیه. میگه که صدر ثانی احتمالا حضرت محمد رو میگه، برای اینکه خدا رو صدر اول مثلا فرض میکنیم یا جبرائیل رو صدر اول میدونه. و دخیل سنره در ظهور ایلیه حضرت پیغمبر صلی الله علیه و اصحاب کرام رضی الله عنهم زماننده علمیوب سنت قولیه و فعلیه و تقریریدن بری ایله آنا اشارت علمیه. میگه حالا این صدرثانی شد چیز، ببخشید صدرثانی میاد تبدیل میشه به حضرت محمد و اصحابش. میگه در دوره اونها اگر یه چیزی نوشته نشده، گفته نشده، عمل نشده و اینها رو شما بخواید ایجاد بکنید میشه بدعت. در حقیقت دنیای بدعته. در دوره اسلام بسیاری از چیزهایی که در جوامع الان ما زیست میکنیم وجود نداشت. همه اینها بدعته، یه چیزی که تازه ایجاد شده، مادی و معنوی و اینها، و اینها بدعتن. خب بدعت بد نیست. حالا این ولی میخواد در اینجا بحث بکنه که این بدعت ها چون ریشه تاریخی نداره و ما در موردش احکام نداریم یا عرف نداریم، چیکار باید کرد؟ عدل در این باره چی هست؟ اینها رو میخواد بحث بکنه. به نظر من حالا بریم ببینیم مثلا بحث 13 چیه. کاش مثلا من یه اتفاقی میکرد تمامی این 13 تا رو مثلا از اول دونه دونه حداقل هر کدوم اینها رو به اسامی ببینم. این بحث 8 بریم. حالا بحث اینجا دیدم 6 5 اینجا 3 اول ببینیم چیه. من اینجا از اینجا شروع بکنیم. الناس حریص لما منعه یا منعه، مردم به اون چیزی که ازش منع شده باشن حریص میشن، علاقه‌مند میشن. حالا فردا بگن آقا حجاب آزاده، خیلی از زنا برمیگردن بعد یه مدتی حجاب میرن که حجاب رو سرشون بکنن. خب برای چی؟ برای انسان ها بگن مشروب آزاد. الان در کانادا مثلا یه زمانی در کانادا مشروب، سلام علیکم. علیکم سلام عزیز دوستم، çok sağ olun، teşekkür ederim، var olasınız. یک زمانی در کانادا سیگار قاچاق بود، دولت جلوشو میگرفت و این قاچاق میشد، قاچاقی میومد و فروخته میشد و دولت و همه سیگار میکشیدن. مشروب هم همینطور بود. دولت اومد کانادا، دولت کانادا اومد همه دور این اواخر که ما کانادا اومدیم 20 سال پیش، مواد مخدر چیز بود، قاچاق بود. حالا مواد مخدر نگیم، یه چیزهایی بهش میگن وید، سبزیجاتی که داخل کاغذ پاپریس میریزن، حالا یه ذره نشئه میشن، نمیدونم. قاچاق بود. من این ستا رو تاریخش رو یه حده میدونم. اینجا اومدن گفتن آقا چرا قاچاق اینو آزاد نمی‌کنیم، هم مالیاتمون رو بگیریم، هم ببینیم چیا مصرف میکنن، بیماری هاشون چیه، فلان، اینها رو داریم پرداخت میکنیم به هر حال. و کشورم یه عده رو مجازات میکنیم به خاطر این قاچاق و زندان داریم پر میکنیم. بیایید اینو حذفش بکنیم. اومدن دولت خودش مثلا اول مشروب ها رو یه جاهای مغازه هایی باز کرد که آقا من در اینجا خودم میفروشم، هر کسی هر مشروبی میخواد من از همه جای دنیا میارم اینجا میذارم، بیاید بخورید.
مردم میرفتن از دولت میگیرن. هر کسی میخواد الان پا میشم من میرم اونجا مغازه، هر چقدر بخوام یه تریلرم بخوام میخرم میارم. اون دولت میدونه که من اسمم چیه، آدرسم چیه، کجا بردم، شغلم چیه، اینها رو میدونه. الان میدونه و مالیاتش هم میگیره دیگه. مشروب قاچاق، سیگار هم کارو کردن. اومدن تمامی مغازه ها گذاشتن گفتن آقا شما به بچه های زیر 18 سال بدید چیزتون باطل میشه. باید کسی که قیافش حتی 40 سال هم باشه، نظرتون که این جوونه، کارتشو بگیرید مشخص نگاه کنید ببینید سنش چیه. اگر سنش زیر 18 سال بود نباید بهش بدید جریمه میشید، مغازتون بسته میشه. الان خب به این شکل دارم. و بعد 2-3 سال پیش بود، شاید 4 سال یا 5 سال پیش بود، اینا که تو پلیس کار میکردن اینا دولت رو قانع کردن که آقا ما داریم بازنشست میشیم ما به منبع درآمد جدید نیاز داریم، شما اجازه بدید این مواد مخدر رو ما به جای اینکه قاچاق بیاد خود ما بفروشیم. در نتیجه برای پلیسای بازنشسته و یه انسان‌هایی که بودن اجازه کاشت داشت و برداشت و فروشش رو دادن. الان مثلا شما بعضی از محله ها میرید میبینید که عکس یه گیاهی خاصیه مثل شب در حاله نمیدونم من چه بگم، اونو گذاشتن اونجا رو شیشه هاشون، مردم علاقمندا میرن داخل اونو میخرن و مصرف میکنن و میرن. حالا اوایلش اصلا نمیدونن تو تاثیرش تو تصادفات جاده‌ای چیه، ولی الان میدونن که مثل شراب عمل میکنه، مثل مشروب الکل عمل میکنه. میگن آقا اگر چیز باشه اینو مصرف کردید رانندگی نکنید، رانندگی بکنید دیگه جرمش خیلی سنگین میشه. حالا به هر حال از اینها که بگذریم، این در اینجا میخواد برای عدالت یه چیزهایی رو بگه از نظر فکری. اولش چیه؟ احتمال اول خلق منعهو من ممنوع علو، خلق من له، خلق من اله ممنوع علو بوندن فراغت ایل مکدور. من اله، اگر یه چیزی رو ممنوع بکنید، منع بکنید مردم رو ممنوع بشن، بوندان فراغت ایل مکدور. اول اینه که اگر یه چیزی رو قدغن کردید اول باید اون قدغن رو از بین ببرید برای اینکه عدالت ایجاد بشه. چون آزادی زمانی مفهوم داره و عدالت زمانی مفهوم داره که شما مجبور به انجام کار نباشید. اگر مجبور به انجام کار باشید که دیگه عدالت نیستش. که اینو میگه خلق من ایله ممنوع علو بوندان فراغت ایله مکدور. اول باید این ممنوعیت قوانین رو بردارید. Bu ihtimal bir taraf kılındıktan sonra zira adet tabiat. حالا این اولی این بود. دومی چی بود؟ Bu احتمال ثانی bu دخان عند العقل مستحسن. bu دخان دوده. الان من در مورد سیگار در کانادا صحبت کردم، اینم داره اینو میگه که bu دخان عند العقل مستحسن میدür. آیا این استنشاق دود در عقل ما آیا مستحسن هست، کار خوبیه، قبیح میدور، آیا کار زشتیه؟ ابتلاع اربابی استحسانیندن قطع نظر عقل سلیم بنون قبحنه حکم در. ببینید میگه که نمیدونستم این رو سیگار رو اینجا مطرح میکنه، دود رو البته، حالا این ممکنه مثلا تریاک بوده باشه اون زمان نمیدونم. میگه که کسایی که ابتلا به این دود دارن میگن که خوبه، استحساندن قطع نظر. میگه که حالا از این که اینا میگن که خوبه از اینها قطع نظر بکنیم، جدا بشیم. عقل سلیم میگه قبیحه. ادر حسن قبح یا عقلی اوله یا شرعی. حسن قبح یه چیزی دو تا منبع داره، یه چیزی خوبه یا بده، این 2 تا منبع داره. یا عقل میگه، مثلا عقل میگه دروغ نگید، شرع هم میگه دروغ نگید. میگه که 2 تا حسن قبح 2 تا منبع داره، یا عقلمون میگه یا نقل چیزمون میگه. اخلاق هم عقله، روی اونه. بریم ببینید سومی احتمال ثالث نفع و ضرری دور مالیسینده شبه yok. نهایت مبتلای حوائج اصلیدن olur ضرر نه نظر ایلمه. حالا میگه که سوم در عدالت، برای اینکه به عدالت برسیم، اینه که
نفع و ضرر مالی داره یا نداره، این هم در عدالت تأثیر میذاره. چهارم ببینیم چی هست. میگه که احتمال چهارم کجا رفت؟ اینجا بدعت المسیدر شرعا بدعت الدقی مسلم. بدعت میگه نباید باشه، اگر بدعت باشه اون شرعا حالا یه چیزی رو میگه برای اینکه حکمی داره. زیرا یقینlerde zuhur ettiği ve بدعت hasene قبیلندن قلمقه داخل مجال yok. عقلا بدعت داخل مقرر مفرز، نه این مفرز مقرر باید باشه. خب یکی هم بدعت کارهای جدید، این هم میگه حالا نمیدونم باید بخونیم ببینیم که میگه عقل در موردش چی میگه و اینها. داخل زیرا دورا آمدن بر و اقلاden görülmüş ve eşidilmiş değildir. Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında zuhur edip bu kadar bende Adem qatl olundu dedikleri aslı yoktur. حالا اینجا میگه که یه چیزه خامس احتمال خامس کراهتیdir. شرعا و عقلا کراهتinde söz yok. Cumhur qatinde de bu davaya teslim vardır ve kerahat mertebesine varmağa kesret istimal şartıdır. میگه کراهت هم چیزی که مثلا دماغتون رو بزنید زمین، مثلا خیلی کار کریه دیگه، واقعا خیلی بد هست. میگه که شرعا و عقلا کریه باشه، کار خوبی نباشه، کار حرامی نیست اما خوب هم نیست دیگه، زشته. میگه این در نزد جمهور یعنی مردم هم جمهور قاطینده بود دعوای تسلیم دور، مردم هم همین نظرشون رو دارن که آقا مثلا بعضی کارها رو نباید انجام داد. بده. احتمال سادش hürmeti dür. Müçtehidin fihi olan hükm mahsuside içtihad caiz olmak usulü fıkıh kitaplarında mestur olup isticma şerait nezerle adilleden istinbat olunmak vecih mümkün ise dür. حالا من دیگه این کتاب رو فکر کنم از 1 ساعت گذشت، تقریبا 57 دقیقه است که داریم صحبت میکنیم. بریم صفحه آخر. شرایط بسیار زیبایی رو داره چیز میکنه. حالا اینجا بحث سامه در مورد برش و افیون. این برش چی هست؟ احتمالا یه چیزیه. افیون و سایر مکفیات، مکیفات استعمالنده دور. مکیفات یعنی کیف دهندگان، اون چیزایی که کیف میدن، مثل گفت ای افیون و مشروب و اینجور چیزا. مثلا این برش هم چی هستش من نمیدونم. میگه اینها هم مثلا عدالت رو میخواد بحث بکنه، ولی باید بگه که زمینه های عدالت چی هستش و چی نیست. خیلی بحثای جالبیه. به نظر من واقعا این کتاب برای درک ما از مفهوم عدالت به کار تئوری کرده. آقا کار تئوری کرده، با مثال های اجتماعی گفته که عدالت یعنی چی، این شرایط باید وجود داشته باشه عدالت باشه. اگر آزادی نباشه و اگر قوانین بیاد محدود بکنن انسان رو، دیگه اون چیز نیستش که. بعد میاد فواید، حالا بعضی چیزا رو میگه که فواید ها رو میشماره. فایده اول بودور که شمس الائمه ذکر ettiği üzere şeriat Muhammediye sallallahu aleyhi ve sellem asl şerai olduğuna ve iza ahazallah misaqan nebiyyin etende delil vardır. Zira enbiyayın üzerine tasdikle. حالا اینجا دیگه داره یه چیزایی رو میگه که ادامه داره خیلی طولانی تا بدونیم که چی میگه. اینجا من فایده ششم رو هم دیدم، فایده مقاله ثانیه. حالا این مقاله ثانیه چی هست؟ شیخ مجیب رسالesinin malidir مجیب مزبور ضعف تعلیف و ترکیبه bir عربی رساله یاسوب زهرinde گویا ki Şeyhülislam خطابن birkaç satır tasvir eylemiş. زهر در کتاب به زهر اینجا نیست، زهره. زهر یعنی پشت کتاب. پشت کتاب در مورد شیخ الاسلام که اونجا
یه کارهای انجام میداده دیگه، فتوا میداده شیخ الاسلام، میگه در مورد اون چند تا چیز کرده، سطر رو نوشته، نقد کرده. ببینید میاد مثلا نقد میکنه. اینجا یک کتاب ترکی هست، تخصصی فلسفی هست. این فلسفی منظورم خیلی فکریه، بسیار عمیقه از نظر فکری. باید نشست و این کتاب رو به عنوان کتاب درسی فکری در مورد عدالت خوند. من نمیگم الان یک کتابی وجود داره نداره الان در دانشگاه، ولی من فکر کنم که من چون حقوق نخوندم در دانشگاه، در نتیجه حقوقی که بلدم خودم فقط حقوق اسلامی رو یه مقدار تو حوزه علمیه خوندم بلدم، وگرنه در همون حد خیلی پایین و خیلی ابتدایی. ولی اگر مثلا بخواید از نظر عقلی، حقوق رو باید بر اساس عقل ایجاد کرد و برای اینکه عقل رو بریم باید عدالت رو فهمید، آزادی رو فهمید و اون وقت جایگاه انسان رو در این دوتا مفهوم فهمید و اون وقت بیاید مثلا یک قانون تصویب بکنید. وگرنه نماینده مجلس بره اونجا نمیدونه انسان چیه، نمیدونه آزادی چیه، نمیدونه حقوق چیه، نمیدونه عدالت چیه. میاد مردم الان مللی که در ایران زندگی میکنن در دنیا بیشترین ممنوعیت ها رو دارن و در نتیجه آقا سالی 18 میلیون تا 20 میلیون پرونده میره دادگاه های ایران. یعنی اینقدر وضعیت خرابه. در کانادا، در آمریکای 300 میلیون نفری، 350 میلیون نفری اینقدر پرونده وجود نداره که در ایران 80 میلیون نفری وجود داره. علتش چیه؟ برای اینکه اونقدر نباید اگر بکنید این کارو میکنیم، دستتون قطع میکنیم، سرتون قطع میکنیم انجام داده که دیگه مردم نمیتونن هر کاری بکنن. یه دولت میخواد یه درآمد ایجاد بکنه برای خودش از طریق اونها. حالا ببینیم آخر کتاب چی میگه. من این آخر کتاب رو یک صفحه رو سریع بخونم. قانون üzere حالا من ببینم این چی میگه. اولا onlar sahih المزاج idi. Ben aleyhim idi. Ben alilem ve onlar ömrünün ahirine dek ders ve tahrir ile kanun üzere şoğul eylediler. Benim zamanım şoğluma münasib از نبیه تداخل ایلدی. نگاه کنید داره میگه قضا و فتوایه مبتلا olup شغلden kaldım dedikleri شقایق النعمان حاشیه‌سinde در حاشیه فلان مستورdur. اینو در یک کتاب شقایق النعمان، یک کتابه، میگه در مورد در حاشیه اون یک چنین چیزی رو نوشته اون کسی که نوشته. این طالب صادق صحیح تحصیل مراد ederse اول گزالره اغرمیه امر معاش بیر غیر طریقیدن تدارک اده. نگاه کنید داره میگه چی؟ میگه اگر یکی بخواد واقعا برید مثلا تو محکمه دادگاه حاکم بشه، میگه اول باید طالب صادق صحیح تحصیل ببینه، تحصیل درستی رو ببینه، مراد ادرسه. اگر مراد بکنه که اینو ببینه، اول گزالره اغرمیه، اول نره محکمه، امر معاشی بیر غیر طریقیدن تدارک اده. اول باید معاشش رو، اون درآمدش رو از طریق غیر از این کار قضاوت باید چیز بکنه. یعنی به قضاوت وابسته نباشی که یه طرف پول بده بهش چون زندگیش الان چیز هست، الان دولت پول میده. اگر زندگی این قاضی به این باشه که من برم اونجا قضاوت بکنم، هر کی پول بیشتر بده به اون حقو خواهد داد. میگه نه، این باید قاضی اول باید خوب تحصیل بکنه و بعد یک درآمد اصلی داشته باشه، یعنی درآمدش از یه جای دیگه باشه و قضاوت رو برای درآمد ایجاد نکنه. غیر طریقاً تدارک اده. عقاید اهل سنتی ضد ایلیوب باید بدونه کتاب و سنت و اجماع امته حسنه کیبی یا گیره حسنه گیره، یعنی وارد اینها بشه، یعنی عقاید اهل سنت رو
جمع بکنه، کتاب بکنه، سنت و اجماع. کتاب قرآن، سنت کارهایی که حضرت محمد انجام داده و اصحابش، و اجماع یعنی اگر یک بدعتی رخ داد، یک حادثه جدیدی رخ داد و علما نتونستن، باید جمع بشن علما و ملت یه راه حل براش، عرف باید براش یه راه حل ایجاد بکنه. حالا قرآن عظیم و حدیث شریف و فقها کرام و اولیاء عظام کلام درون دیلدن جانیله میزان اتخاذ edip بعدهو حکما کتابلرینی و متکلمین sözlerini و صوفیون کلامینی تتبع edip خذ ما صفا دع ما کدره فهواسینجه هر birinden نظر صحیح ایله مفید اولانه. ببینید داره میگه شما باید از کتاب ها و متکلمین و فیلسوفان و اینها صوفیون و اینها جمع بکنید، اینها رو نظراتشون رو جمع بکنید تا در مورد یک مطلب بتونید موضع درست بگیرید. نگاه کنید الان یه چیزی که به طور غیر مستقیم داره میگه که باید هیئت منصفه وجود داشته باشه. این شما اگه به اینها مراجعه بکنید میشه هیئت منصفه دیگه. شما یه تعداد از علمای فیلسوف بیارید توی جایی، از کتاب‌های مختلف استفاده بکنید. هر کتابی نویسنده داره ولی اون پشتش یه جامعه هست. کتاب که نظر یک شخص نیستش، که اون کتاب مجموعه عقاید نویسنده‌های مختلف اون جامعه است که حالا در این آدم اونو به تدوینش کرده. متکلمین همین انسان‌هایی که هم دین رو بلدن هم فلسفه رو بلدن، و صوفیون اینها رو جمع بکنید، نظراتشون رو جمع آوری بکنید، یه حکم چیز بکنید که اون چیزی که ما صفا دع ما کدره، خذ ما صفا دع ما کدره، اون چیزی که خوبه انتخاب کن و اون چیزی که کدورت ایجاد میکنه اون رو بنداز. فهواسینجه هر birinden نظر صحیحی مفید اولانی قبول edip müstefid ola hiç birini red ve inkar eylemeyip teessüp derdine düşmeye. Nitekim müqeddemede tenbih olundu. Bu megamede dahi kelam bununla tamam olup risale encame iridi. Hakkı Subhanehu ve Teala muze Hasan Hatime müesser eyliye طریق رضای رحمانیدن آیر میه بمنه و کرمهی و لطف و احسانهی و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله صحبه الغرر الطاهرین و سلم. خب اسم نویسنده رو ندیدیم، برای همین نه اول کتاب که تلاش کردیم بخونیم، اول کتاب رو ندیدیم، آخر کتاب رو هم ندیدیم، تاریخ هم نذاشته. یعنی ما تلاشمون رو کردیم که یه اسمی از این کتاب، البته اینجا گفته کاتب چلبی، مؤلفش کاتب چلبی بوده که تاریخ نوشتن کتاب مشخص نیست، در تاریخ 1067 هم فوت کردیم کاتب چلبی. قبلا از ایشون یا همین کتاب رو خونده بودیم یا یک کتاب دیگر رو خونده بودیم. به هر حال این کتاب رو خوندیم. من با اجازهتون 1-2 دقیقه استراحت بکنم، برگردم و یه 40 دقیقه یک کتاب دیگر رو بخونیم و تموم بکنیم. به امید دیدار، فعلا.